أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قدرت ایمان کو فصل ما انتقال انما تقضی هذه الحیات الدنیا. این قدرت ایمان بود، اون قدرت مادی، این قدرت ایمان معنوی. قدرت معنوی همیشه قدرت مادی را شکست میدهد. شاید مقاومت فصل ما انتقال جلاد درجه یک بچه های معصوم بنی اسرائیل را سر بریده. اینقدر خونخواره. لذا یک شخصی را که مخالفت او را کرده، اعلان ایمان کرده در برابر او، بعد از این تهدید فرعون کاملا ناامید شد که بابا یک نشد دو شد. اول یک موسی الان 15,000 مرید الان پیدا کرد و این مریدها چقدر شدت و حدت دارند. اینا همه جادو میکنن، ما را از بین میبرن. حالا این اجدهار اگر اجازه بده این موسی همه ملت را از بین میبرن. او شد و رفت توی کاخ نشست. فکرش بند آمدن چاپلوسان. دیدید این مگس ها رو، این دغل دوستان که میبینید مگسانن گرد شیرینی، این مگسان فرعون فوراً تجمع کردن دور بر فرعون. رئیس فلان اداره آمد و رئیس فلان ارگان آمد و رئیس فلان ارتش آمد و رئیس سپاه آمد و رئیس نیروی انتظامی آمد و همه جمع شدن دور بر فرعون. دیدن که فرعون را که انتفه گفت و لرزید. همه آمدن دیدن که فرعون بسیار حواس باخته پریشان است. قال الملأ من قوم فرعون، چرا ناراحت؟ بزن موسی را کارشونم گردن بزن. اینا را میگذاری فساد کنن؟ امروز گوش مسلمان ها را مفسد میگه. تروریست معنی چیه؟ مفسد، فساد کننده، غارتگر. من برای امنیت جهان آمدم، حرم بخور امنیت جهان را لعنتی. عراقی ها هر روز میزنن اینا. 30 نفر وارد درک کرده الله تعالی. هر روز افطاری و سحری شیرمردان عراقی از این جراثیم های جهنم وارد جهنم میشه به دست مبارکش. نه مجاهدن، کاخ نشینان نیستن که شب فکر میکنی کاخ نشینان شراب خارن. اینا اونها هستن مثل سحره موسی. فرعون هم گفتن فقد ما انتقال، بکن آنچه که کردنی، اصلا پروا ندارن. آمدن سردمداران فرعون و فرعون را روحیه دادن، گفتن گذاشتی موسی و قومش را که فساد کنن در زمین و رها کنن تو را و معبودان تو را. معبود سر خودش هم معبود بود بی ایمان. معبودان اینها گاو بود، گاو پرست بودن بی ایمان. گاو را تقدس گاو را اعتقاد داشت. مجسمه های فرعون هم در بغل هر یکی بود. قدری مجسمه فرعون، عکس فرعون، عکسها و مجسمه های فرعون هم پرستش میکردن، خودش هم پرستش میکردن و گاو را همه پاسی بودن. اب ایمان نفسش تستد. همه آمدن این روحیه داده شروع کرد. بک را فنقتل ابناهم و نستحیی نساهم، بچه هاشون قتل میکنیم، همه را قتل نمیکنند. چرا؟ کل کارهای کشاورزی و مزدوری و رفتگری به گردن بنی اسرائیل بود. اصلا و مرد کار میگرفت به ایمان. این خاطر گفتیم بچه های تازه مولودشون قتل میکنیم که جمعیتشون دیگر گسترش پیدا نکنه. فنقتل ابناهم و نستحیی نساهم و انا فوقهم قاهرون. سحره آیا حکم را اجرا کرد بر سحره؟
محققین این عقیده را دارن که هیچ چیزی نتواند. سهره از اینجا دیگه اورا گفتن فقط من تکاد همه دلیل و خال رفتن. سهره هر کسی جلوک خود را برداشت و برای قوم خود و برای محل خود رفت. بعد فرعون ناامید شد رفت. بعد جمع شدن دور و برش و بر علیه بنی اسرائیل تهدیدش کردن. حالا این تهدید بر علیه بنی اسرائیل سنقتل ابنا و این سحرت قوم فرعون بوده یا قوم موسی؟ قوم فرعون بودن. اینها با یک تهدیدی دیگه اونان جواب تلخی به فرعون دادن که فرعون اینها را دست هم نزد. اون فرصتی رسید که فرعون اینها را دست بزنه. چرا؟ دیگه پشت سر بلاهایی که بعد از دیگری آمدن برای فرعون. میخوانیم بلاها را. اصلا به فرعون فرصت داده نشد برای این که با بنی اسرائیل برخورد کند و قتل ابنا کند یا با سحره. اصلا این اژدهای موسی تمام قلب او را از کار انداخت. هر بلایی بعد از بلای دیگر می آمد برای بلاها را خدا لیستشو نمیگیره. فرعون گفت قتل میکنیم ابنای را. اونجا که فشار ندیده بود گفت اقتل موسی. اینجا که فشار زیاده خود را با تمام نظامیان خودش همراه میکنه. سنوکت سیغه جمع همه را قتل میکنی و همه را زنانشون برای خدمت و استثمار زنده میگذاری و ما بالا اینها غالبین. از هر نظر، از نظر نظامی، از نظر انفرادی جسمی ما غالبین. این سحره رفتن هر یکی قوم مجدد تهدید به عذاب شدن. از زمانی که موسی آمده بود نه بچه‌ای کشته بود نه قومی. حضرت موسی دید که بنی اسرائیل بلرزه کرد. اینا سالها مگر ستم فرعون دیده بودن. حضرت موسی سخنرانی کرد قوم خود را. قال موسی لقومه استعینوا بالله. این مسلک انبیاء در مسئله استعانت. حضرت موسی قوم خود را میگه استعانت و استمداد از کی بگیرید؟ چرا نمیگه استعین و از من استعانت بگیرید؟ بیاید من شما را پناه میدم. پیرها پناه میدن. انبیاء میگن نه به خدا استعانت بگیرید، استمداد کنید. استعینوا بالله. و در برابر تهدیدات پوچ فرعون واسه کنید. ان الارض لله. زمین مال الله. یورثها من یشاء من عباده. میدهد این زمین و هر کس که بخواهد از بندگانش. هر زمینی را که خدا بخواهد به هر کسی بده میده. دیگه چرا اینقدر جسد پسه دارید آه و ناله دارید؟ یورثها من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین. دنیا نرسید آخرت کی مال متقین. جنت بزرگ هم مال متقین. سخنرانی خوبی کرد حضرت موسی. نه پیغمبر گفت استعانت به کی بگیری؟ شما میگه استعانت به پیرا و به اماما و به انبیاء بگیری. انبیاء خودشان میگه استعانت به خدا بگیری. استعینوا بالله. استمداد کنید از خدا، طلب کمک کنید، طلب آن کنید از خدا و صبر کنید. ان الارض لله. زمین به خدا اختصاص دارد. میراث میدهد این زمین را هر کس که بخواد، به هر کس که بخواهد از بندگانش. اگر دنیا هم گیر نیاید، زمین هم گیر نیاید، بیچاره والعاقبت للمتقین. عاقبت برای موحدین، آنهایی که شرک نمی کنن، فقط از خدا استمداد می کنن. اونایی که استمداد از غیر خدا می کنن اونها مشرکن، به ایمان تو جهنم می. از غایت حزن و غم قوم آمد. قوم موسی علیه السلام صحابه موسی هستن که خیلی بزدلن. آمدن گفتن اوذینا من قبل ان تاتینا. ایزا و اذیت رسانیده شدیم به ما ایزا داده شد قبل از تشریف آوری شما و بعد از اینکه شما هم تشریف آوردید.
ما استثمار شدیم، بچه های ما کت شدن، دخترهای ما خدمت گرفته شدن. ما مصدق که اینا اصلا متاثر نمیشه از این نصیحت های موسوی. حضرت با کلمه صافتری گفت اتی ربکم ان یهلک عدوکم، وعده رب شماست که هلاک کند دشمن شما را، و یستخلفکم فی الارض، و جانشین میکند شما را در اون سرزمین آنها، و بعد نگاه میکند گشنگان لوچکان که کیف تعملون، شما چطور عمل میکنی؟ سبحان الله. چرا حراز داری؟ بعد اول که من بهت گفتن ان الارض لله، کمی کنایتی هستند، یورثها من یشاء من عباده، نفهمیدی آمدی که روزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما تأتینا. الان صاف وعده داد اتی ربکم، وعده رب شما دشمن شما را هلاک میکند و شما را جانشین میکند در زمین. حکمت اینه که نگاه کند خدا که شما چطور عمل میکنید. بسا انسانان که به گدایی و طبیبی و گرسنگی و ناداری گذرانیدن، خدا حکومت داده، الان نگاه میکنین چطور رحمت میکنن، یا ضرب یضربو، دخل یدخلو، ادخل یدخل، ادخالا میکنن، یا میگن که ما در اوج قدرتیم، هر کس را بزنیم میزنیم، هر کس را بکشیم میکشیم، کسی نیست که از ما بپرسه. خدا شما را جانشین میکند، نگاه کند که شما چقدر عمل میکنید، کیف تعملون. خلاصه حالت اول این داستان، موسی علیه السلام دعوت خدا را ابلاغ کرد. حالت دوم، فرعون در برابر مغلوب شد از نظر دلیل، از نظر منطق مغلوب شد. این از قال الملأ من قوم فرعون، این حالت دوم، مستقیم درگیر شد و قوم موسی به هراس آمد. حضرت موسی تبلیغ کرد، دستور صبر و استقلال داد. الله تعالی میگه پیغمبر اسلام مثل موسی علیه السلام باش. چرا؟ به کثرت داستان موسی را الله تعالی در قرآن ذکر کرده که پیغمبر را و مؤمنین را تشجیع کند. تشجیع یعنی جرأت دادن، شجاعت دادن. دو حالت پشت سر گذرانید. ابلاغ دعوت کرد، از منطق به مقابله آمد، از در میدان منطق فرعون شکست خورد. خب منطقی بود مقابله کردی، در میدان منطق شکست خورد، به میدان تهدید آمد، در میدان تهدید هم فرعون شکست خورد، هیچ کاری نتونست بکنه. حالا حالت سوم داستان از گرفته های فرعون بیانه که الله تعالی فرعون محدد را، فرعونی که تهدید کرد، هم سحره را تهدید کرد، هم قوم موسی را تهدید کرد و خودش را تهدید کرد. نگفت موسی انوشا سنقتل ابناء الذین، صد میترسید از موسی، صد میترسید الله. تا موسی را میدید قوت ماسکش از بین میرد، بدون اختیار ادرارش میرد. این قوت ماسکه از ترس از بین میره. خدا قوت ماسکه ای داده. حراس وقت خیلی زیاد باشد اون قوت ماسکه شل میشه، دیگه شیر بازه. میره حتی مفسرین گفت، بعضی استاد میگفت. حالا حالت سوم گرفته های کوچک فرعون. ما گرفتیم آل فرعون را و آل فرعون دیروز من توضیح دادم. آل فرعون مراد همون رعیت فرعون هست یا نه؟ متبعان فرعون هست یا نه؟ ها، فرعون که میگه این نینی بوده، یک بچه هم نداشته، ایمان
سنتی بودا. آل فرعون یعنی امال فرعون، آل فرعون یعنی رعیت فرعون، متبعان فرعون. گرفتی مال فرعون را بسنین با 10 سالی، در بیابان و معاشیت اینها 10 سالی آمد، تمام دامهای اینها را از بین بود. و نقص من الثمرات، و نقص در ثمرات، در باغها و زمینهای زراعی آنها را مواجه کردیم با انواع و اقسام بلا. سنین اثر در دامها گذاشت و بیابان و دامها را از بین برد. و نقص من الثمرات در کشاورزی. اصلا زندگی قوم روی کشاورزی و دامداریه نیست. سنین 10 سالی آوردن، دام اینها را از بین بردن، فی بادیتهم و اهل معاشیتهم. و نقص من الثمرات، در باغها و در جاهای زراعی نقص آوردن. و نقص من الثمرات، چرا؟ حکمت اخذ لعلهم یذکرون، تا اینها نصیحت بگیرن. تا اینها چکار کنن؟ نصیحت بگیرن. لیکن نصیحت کجا گرفتن؟ فاذا جاءتهم الحسنه، خب 10 سالی رفت، هم کشاورزی پیشرفت کرد و هم دامداری پیشرفت کرد. پس وقتی که آمد حسنه می آمد، یعنی ارزانی و محصولات زمین و دامها باز رشد می کردن. قالو می گفتن لنا هذی، اینها برای ما هستند. و اگر می رسید به آنها سیئهی، 10 سالی و بلاهی در دامها و در کشاورزی آنها، یطیروا بموسی، شومی را به موسی نسبت می دادن. میگه از زمانی که موسی آمده این بدبختی ها برای ما هست. و من معه به موسی، این بدفالی را این چیز را نسبت به موسی می دادن و به آنهایی که با موسی هماهنگ بودن. الا خبردار، انما طائرهم عند الله، شومی آنها از نزد خدا هست. ای من قبلی و حکمی، به حکم خدا، از دربار خدا هست. ای من قبلی و حکمی، از ابن عباس. ولكن اکثرهم لا یعلمون، اکثر اینها نمیدانند. اکثر اینها نمیدانند. خوبی را حق خود میدانستند و بدی را به نبی نسبت میدادند. گفت شومی این نبیه و کسانی که با این نبی هستند. و دیگه عناد کردن تا اینجا که گفتن مهما تاتنا بهی من آیت، آنچه بیاری برای ما آن را من آیت، بیان نشانی برای رسالت و توحید، لتسحرنا، تاکہ ما را جادو کنی با آن آیا نشانی، فما نحن لک بمؤمنین، ما تو را برای تو تصدیق کننده نیستی، اصلا تو را قبول نداری پر پیغمبری. ما نحن لک بمؤمنین، نیستی ما تصدیق کننده شما. وقتی چنین عناد کردن که هر معجزه را گفتن تو بیاری که با اون معجزه و آیه ما را جادو کنی، ما حتی تسلیم نمیشه. وقتی اینطور گفتن، فوری اللہ تعالی میگه من فرستادم بر سر اینها طوفان. این اول که سنین بود، نه سنین ضررش 10 سالی در دامه ها هم بود، در باغ ها هم بود. وقتی که کوها برف و باران نیاید، نیل خیلی خشک شد، رفت مثل هیلمند شد. تمام باغ ها اینها و محصولات زراعی اینها از بین رفت. پایین رفتا موتورپمپی هم که نداشت از اون که رودخانه آب بکشه. رودخانه ای که 10 متر بود الان رفته 1 متر آب داره. برای چطور باغ ها آب بدن؟ 1 متر آب هم تنها برای شرب آنها گذاشت. تمام باغ ها و زراعت ها اینها از بین رفت. شما گفته اگر آب بیاید پایین، ما موتور پمپ میزنیم از رودخانه آب میکشیم بالا. الله تعالی گفت من رودخانه را خشک میکنه، الان موتور پمپ بزن. چطور میزنی؟ تو ریگها بزن. خدا نگیرد، اگر بگیره دیگه قدرتی نیست. طوفان را باد
باران به صورت طوفان آمد. آنچه باقی مانده بود با دستی آب دادن و با دامی آب دادن و با ظلمی آب دادن، اونها را طوفان از بین بود. طوفان و باران، کثرت باران. و پشت سر باران زمین سبز میشه، نه؟ زمین سبز نمیشه باران زیاد بیاد. تو جراد فرستاد. جراد شما ندیدید، هر طرفی بره صاف میکنه. شب اینجا اگر سر باغ غامه کرد، صبحی هیچ چیزی نیست، تا پوست درختان را همین ملک میخورن. خب چیزی که از ملک باقی مان کمل فرستادن. با انبارهای اینا پر بودن. در انبار آنها اون حشره‌ای که حبوبات را میخورن دانشون خالی میکنن. در انبارها اون کمل فرستاده، اون هم کمل میگن. و در وجودی را شپش پیدا کنه. کمل دو معنی داره، شپش هم هست و همون حشره‌ای که حبوبات را میخورن هر دو معنی را کردن. بر انبارهای اینها کمل فرستادن و بر وجود اینها شپش هم، هر چی که بردشه که پلاسه نمید. خب از اینها کمی آزادی شد، زفاده فرستاد. قورباغه، لشکر قورباغه آمد، تمام اینها را ذلیل کردن گذاشت. تا دهن باز میکرد 14 قورباغه به طرف اینها میپرید، دهن اینها همیشه بسته بود. از این که خلاص شدن دم، آب آشامیدنی اینها را خون کردن. همین کاسه را آب میکردن که بخونه خون. آب آشامیدنی اینها تبدیل به خون شد. تا قبطی کاسه را آب میکرد از مشک، از کوزه، از جایی که بخوره خون میشد. برای آشامیدن آب خونه، برای غذا آب خونه. بنی اسرائیل میخوره آب، حتی دهن خود را در یک کاسه آب میکردن، میگفتن اینجا شما دهن بگذار، اینجا من کاسه بزرگ. طرف دهن او خون میشه. این 5 اون هم 2 7 ید بیضا و عصای موسی 8 و 9 9 آیات بینات الله تعالی به حضرت موسی داد. اینها دلائل معجزه موسی. فاستکبروا، مگر هم غرور کردن، باز هم اینا تسلیم نشدن. در جای دیگر هر زمانی که این عذابهای کذابی میآمدن پیش موسی التماس میکردن دعا کن که خدا این عذاب را بلند کند. هر دو خواسته تو را قبول داریم، هم ایمان میاریم هم بنی اسرائیل را رها میکنیم. حضرت دعا میکردن این عذاب که میرفت 1-2 سالی 2 مرتبه اینها قبول نمیکرد. حد عذاب دیگر اینها یعنی پشت سر متصل نبودن، کمی فاصله بینی قبول اندازه ای که اینها 2 خواسته را بپذیرن. قرآن مفسر بعد رو باز جای دیگر هر عذاب میآمد پیشه یا ایها صاحب کلمه اخانتی نبود، مثل حجت الله، مثل آیت الله، مثل مولانا، مثل مولوی، کلمات عزتی. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، استکبار کردن بودن مجرم. ولما وقع علیهم الرجز، وقتی واقع میشد بر سر آنها یک عذابی میآمدن میگفتن یا موسی دعا کن برای ما از رب خود بخواه، با آن قراردادی که عهد کرده نزد تو، هر چی شرایط رب تو دارن ما میپذیریم، لحظه این عذاب را از ما دور کن. ادعو لنا، دعا کن برای ما از پروردگار خود بخواه با اون قراردادی که تعهد کرده نزد تو در صورت تسلیمی. لئن کشفت، اگر تو دور کردی با دعای خود از ما الله را، تو حتما ایمان میاریم به تو. این مطالبه اولای موسی. و دومین خواسته موسی لنرسلن معک بنی اسرائیل، بنی اسرائیل را هم میفرستیم. 2 خواسته داشت. نه بعض یا بابا گفتن که موسی پکت آمده به خاطر این که قوم خود را آزاد کنه. رسالت موسی آزادی بنی اسرائیل بوده، پس لنؤمن النبی چرا؟ هر 2 رسالت را داشته، هم ایمان بیارید هم بنی اسرائیل را آزاد کنید. هر 2
خواسته تو را میپذیری. فلما نسیت، هر زمانی که ما دور میکردیم به برکت دعای موسی سر آنها عذاب را تا مدتی کوتاه که اینها میرسیدن به اون عذاب اذا هم ینکثون، و فوراً اینها نسیت میکردن، قورباغه‌ها رفتن. شما حرف نزدن برو بابا. اللہ تعالی میگه آب اینها آب خون کردن، آمده التماس کردن که این عذاب دور خیلی سخته. خیلی سخت نه، آب خونه، اینی که همیشه آب بهداشتی خورده تازه حالا خون میخوره، خون می آشامه. چرا؟ این عذابها حکمتهایی دارن. سالهای سال اینها ظلم کردن، حتی خون بنی اسرائیل را خوردن. الله تعالی آب اینها را در دنیا خون کرد، خون آشام بودن. اینا انواع و اقسام بلا را بر بنی اسرائیل وارد میکردن و برای آنها آسایش. الله تعالی همین دنیا را برای اینها طوفان کرد، جراد کرد، کمل کرد، زفاده کرد تا اینها ذلیل بشن. با این زفاده مثل شما فکر نکنید که یک لشکر کوچک. یاد شما کی است؟ مثلا صبح بلند شدیم مسجد مکی را یک لشکر سیاهی اشغال کرده بود. یاد کیه؟ تو اونجا بودی؟ غلام الله یادتون نیست؟ چه؟ اوه چه؟ تو دیدی اونا را چرا لشکر سیاهی بود؟ کی میتونی اینا را حریف کنه؟ لیکن رب من چنان اونا را برد که یکی هم الان از اونا دیده نمیشه. اصلا در همون روزهای بعد دیده نشدن که چی شدن و کجا رفتن. اینها بلاهی بودن، خدا به من نشان داد که قدم به هوش بگذاریم. بعد از اون بلایی قحط سالی آمد. خدا بداند که پشت سر قحط سالی چی. در اثر این نافرمانی هایی که امروز علما جیغ میکشن و مردم به خدا و به قرآن خدا توجه نمیکنه، خدا عذاب میده. این سنت الهی. پس وقت ما دور کردن سر آنها عذاب را تا مدتی که آنها رسیدن به آن مدت فوراً نصیحت می کردن. پس انتقام گرفتیم از آنها، پس غرق کردیم آنها را در دریا به سبب اینکه تکذیب کردن آیات ما را و بودن از آیات ما غافل. همه را داغون کردم، آخری عذاب دیگه بعد از دم دیگه همون غرق دریا. حکمت رب العالمین اگر مرد نگاه کند، اینها بر بنی اسرائیل ظلم کردن. همیشه کاری کش آوردی و دامداری از گردن اینها گرفت. آب از پشت اینها کشیدن، خدا آخر آب را بر اینها سبحانه. و میراث دادن به قومی و اورثنا القوم الذین، وارث کردم من اون قومی را که کانوا یستضعفون فی مشارق الارض و مغاربها، کاملا مستضعف شده بودند در مشرق زمین یعنی مصر و مغاربها یعنی شام. در هر دو سرزمین اون شامی که من برکت کرده بودن در آن شام، دینی و دنیوی، محل انبیا، زادگاه انبیا، محل دفن انبیا، و از نظر مادی هم الله تعالی هزاران برکت در فلسطین کرده. بهترین زمین های کشاورزی همینه که امروز در فلسطین هست. این یهودی های قاصد اونجا مسلطن. و کامل شد کلمه زیبای ربت. این حسنات صفت کلمه، کلمه زیبای رب شما ثابت و کامل شد بر بنی اسرائیل. قوم را تباه کرد. اونجا موسی علیه السلام نگفت عسی ربکم ان یهلک عدوکم یستخلفکم فی الارض. این کلمه رب ثابت شد، کلمه کامل رب بر بنی اسرائیل ثابت شد. فهمیدید؟ به ما صبروا، در مقابل صبر ای امت محمد و ای محمد صلی الله علیه وسلم صبر کنید که نتیجه از آن شما. امروز شما را در مسجد الحرام و مکه برای نماز نمیگذاره. یک روزی من دشمنا را میارم در کلیب بعد نابود میکنم. بعد از چند سال بعد اون سنه 2 هجری بود، 2 هجری بود، بعد از 6 سال بعد شما را آوردم در مکه. حالا هر جای مکه بخواهید بشینید بخوابید، کل حکومت مکه را به دست شما میده. لیکن باید صبر بنی اسرائیل هم بکنید.
اونا را من در برابر صبر دادم، 40 سال صبر کردم. 40 سال مبارزه موسی علیه السلام و فرعون بود. ثابت شد کلمه زیبای ربت بر بنی اسرائیل، یعنی دشمن را هلاک کرد و آنها را میراث کرد به سبب آن صبری که اینها کردن. و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه، و برباد کردم من آن چیزایی را که فرعون ساخته بود و قومش. چطور برباد کردن؟ یعنی به اختیار دشمنان آنها دادن که بنی اسرائیل باشند، تمام آنها را برباد کردن، یعنی به اختیار اینها دادن. مال آنها را، زمین آنها را، باغ آنها را. و ما کانوا یارشون، آنچرا که فرعون بر عرشها باغها زده بود و روی پایه ها گذاشته بود. یارشون که انگور را و بسیار چیزها را روی پایه ها می گذارن. اینا را میگن اینا را همه من برباد کردن. برباد کردن یعنی که به دست بنی اسرائیل که دشمن آنها بودن خوردند و تخت و تاج کردن بنی اسرائیل. این حالت چهارم هست. ناشاکری اول امت اجابت شروع میشه. خلاصه از این امت دعوت در 3 حالت گذشت. حالت دعوت، حالت به اصطلاح تهدید و حالت گرفت. این داستان حالات 8 گانه دارد. از جاوزنا بنی اسرائیل البحر، حالت 4م این داستان هست که امت اجابت ناشاکری کردند و نافرمانی کردند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین على أسلام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. این حالت 4می داستان حضرت موسی علیه السلام و اولین ناشاکری امت اجابت. اولین ناشاکری امت اجابت بعد از اینکه ما بنی اسرائیل را از دریای سرخ گذرانیدیم و دشمنان آنها را جلوی چشمشون هلاک کردیم، اینها همراه با حضرت موسی آمدن. فأتوا علی قوم، آمدن بر یک قومی که یعکفون علی اصنام لهم، اعتکاف کرده بودن بر بت‌هایشون. او تماثیل گاو بودن و لحاظا اونجا نشسته بودن دور بر این مجسمه و دور بر این مجسمه گاو. فوری درخواست کردن یا موسی اجعل لنا اله، ای موسی قرار بده برای ما معبودی، اونطوری معبودی که اینها دارن همچنین معبودی ما داشته باشیم، آستانی داشته باشیم. کما لهم آلهه، چنانچه اینها آستان دارن، آلهه دارن، معبود دارن، مشکل گشا فریاد رس دارن، برای ما همچنینی. اولین جواب موسی علیه السلام قال انکم قوم تجهلون، حضرت فرمود شما ملتی بسیار احمقی، جاهل مطلقی، تا یک صورتی و تا یک چیزی جلوی شما نباشد شما تسکینتون نمیشه. برای اینها چی هست؟ ان هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما كانوا یعملون. اینها هلاک شدنی است آن آیینی که اینها در آن آیین قرار دارند. اینها با آیین خودشان بربادند. این ملتی که شما میبینید از جانب خدا هلاک شده است آن آیینی که اینها در آن آیین هستند. این ما مراد مذهب، اون مذهب و آیینی که اینها در آن مذهب قرار دارند برباد شدنیه، از جانب خدا هلاک میشه صاحبان این مذهب با این آیین و مذهب خودشان. و باطل است آنچه که اینها میکنند، روی بت‌ها اعتکاف نشستند و اونجا این اعمال اینها که انجام میدن باطل است. حالا و باز فرمود حضرت موسی مرتبه سوم که اغیر الله ابغی اله، آیا غیر خدا را من معبود طلب کنم، طلبش کنم معبود؟ حالا که هو فضلکم علی العالمین،
اون خدا شما را بر تمام جهانیان فضیلت داده. من غیر خدا معبودهای دیگری طلب میکنم، آستان و باستان و دربار و عتبات درست کنم. عجیب انسانهای احمقی هستی. اون زمان هم قابل ذکر است که من خدا شما را ای بنی اسرائیل اذکروا اذ انجیناکم من آل فرعون، من شما را از آل فرعون، از ارتش و سپاه فرعون نجات دادم، در حالی که اون آل فرعون شما را میچشانیدم بدترین عذاب را. و اون تشریح یقتلون ابناءکم، پسران شما را قتل میکردن و دختران شما را زنده برای کارهای خود میگذاشتن، برای خدمت و کلفتی و استمتاع و این چیزها. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، و در این نجات نعمت بسیار بزرگ از جانب رب شما بود. و در این امتحان، چون ذالکم دو مشعل دارد لحظه بلاء دو معنی میشه، قبلا خوانده. و در این امتحان یک آزمایش عظیمی از جانب رب شما بود. حالت پنجم اعطای نعمت تورات و مکالمه با موسی کلیم هست. خدا حضرت موسی را با قومش نجات داد. خب توی مسیر اینها تمنای آستانی کردن، تمنای عتبه‌ای کردن، حضرت اینها را سرزنش کرد و به نعمتهای خدا اینها را متذکر شد و الله تعالی حضرت موسی را گفت قوم میگذاری میایی تا که من به شما تورات بدم، 30 روز روزه بگیر، ذی‌قعده را باز ذوالحجه من شما را تورات میدم. میگن در آخرین روز حضرت موسی مسواک زدن، الله تعالی گفت 10 روز دیگه باید روزه بگیری، بدون مسواک من با شما کلام میکنم و تورات میدم. تورات را مکتوب داد، مکالمه ها کرد الله تعالی. همینه الله تعالی میگه ما وعده کردیم با موسی 30 روز 30 شب ذی‌قعده باشد و کامل کردیم اون 30 شب را بعد 10 شب دیگر پس تکمیل شد. وقت ربش 40 لیلتا 40 شب. و قال موسی لاخیه، قبل از اینکه بره برای ملاقات رب و کلام به تور بره، و قال موسی، حضرت موسی بیان تفصیل قصه است. و وقت رفتن به تور حضرت موسی به برادرش گفت هارون اخلفنی فی قومی، جانشین من باش در این قوم من، در کار و بار به اعتبار حکومت نه به اعتبار نبوت قبلا رسیده بود. تو برای راهنمایی جانشین منی در میان قومم و اصلاح کنی و اتباع نکنی راه مفسدین را. سه توصیه: جانشین منی، هر کاری که من دارم الان شما پشت سر من جانشینید و اصلاح کنید اینها را نگذاری و راه مفسدین را نبرید. حضرت دیگه میدانست قومیه تا موسی علیه السلام بود اینها از روب موسی دهشت داشت. الله تعالی به موسی چنان روبی داده بود کسی نمیتوانست تحمل کنه، تا جای روب موسی فوق العاده بود که خدا گفت با دشمنان من هم یواش حرف بزنی، قولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشی. خیلی جلال الله تعالی در طبیعت موسی کلیم الله گذاشته بود. این توصیه ها را کرد، اینها امرهای ابقایی هست. این نیست که حضرت هارون علیه السلام اصلاح نمی کرد که حضرت فرمود اصله، یا حضرت هارون علیه السلام اتباع سبیل مفسدین می کرد که گفت لا تتبع. این امرها امر اصله نهی لا تتبع، اینها برای ابقا، یعنی به همین دستور ثابت شما اصلاح کنید، شما اتباع سبیل مفسدین نکنید. خلاصه اینه که لما جا موسی لمیقاتنا، هنگامی که موسی علیه السلام تشریف آورد به اون وقتی که ما برایش معین کرده بودیم، برای وقت معین ما، و کلمه ربه، و خدای عزوجل اللطف و عنایت کلام کرد با موسی. الله تعالی با لطف با عنایت با موسی، رب موسی با موسی کلام کرد. خب یک نعمتی که در قیامت میرسید نعمت کلامه. حضرت نعمت دیگر نعمت دیداره. حضرت دید که الله تعالی مرا مورد عنایت قرار داده و در دنیا با من کلام کرد. رب سبحانه و تعالی
لحظه درخواست کرد که دیداری که نعمت دیگر است و در قیامت نصیب میشه دیدار بنمود. فرمودن قال رب ارنی انظر الیک، فرمودن حضرت موسی علیه السلام ای رب من نشان بده ذات عظیمت را به من، انظر الیک من نظر میکنم به جمال شما، به دیدار شما، دیدار نشان بده. که انظر الیک الله تعالی فرمود جواب اول لن ترانی، هرگز نمی بینی مرا در دنیا، در دنیا تحمل دید من را ندار، ولکن انظر، لیکن تو به این کوه نگاه کن. حالا این نمونه تشفی که در لن ترانی شما وسوسه پیدا نکنید و در قلب شما تشفی بیاید. شما نگاه کنید به طرف کوه، این کوه بر اون نظر می اندازم، یک ذره تجلی می کنم. اگر اون کوه سر جاتون نیست تحمل کنه تو شما من میتونید ببینید. فین استقر مکانه، اگر اون کوه در جای خودش قرار گرفت و باقی ماند، قائم ماند، استقر و ثابت ماند در جای خودش، پس شما هم من میتونید ببینید، تجلی من را میتونید تحمل کنید. تو فلما تجلی ربه، پس وقتی که تجلی کرد، در حدیث آمده اندازه سر ناخن، اینقدر رسول الله صلی الله علیه و آله رب یک ذره تجلی کرد. للجبل جعله دکا، قرار داد اون کوه را کوبیده، مدکوک شد. مدکوک یعنی پودر شد. و خر موسی صایقا، و حضرت موسی افتادن به زمین بیهوش شدن. صایقا یعنی بیهوش شد. فلما افاق، وقت حضرت موسی افاقه حاصل کرد این بیهوشی، قال سبحانه، پاکی تو ربا از برداشت این چشمهای فانی. تبت الیکا، من به طرف تو رجوع کردم از درخواست مشتاقانه که داشتم. و انا اول المؤمنین، من اولین کسی هستم که تصدیق میکنم در دنیا تحمل نمیشود تجلی تو. من اول کسی هم که باور دارم که تجلی شما گفتی لن ترانی، واقعا تحمل نمیشه. قبول. حالا یک مسئله سروران گرامی، بین اهل سنت و شیعه همین اختلافیه که دیدار رب سبحانه و تعالی می شود قیامت یا نمیشه. اهل سنت اعتقاد دارن، تمام اهل سنت، که دیدار رب العالمین روز قیامت یک نعمت عظمایی هست. الله تعالی به اهل جنت دیدار می نماید، اونم دیدار به صورت تجلیه، کون و حقیقت و ماهیت خدا نه تجلی می کنن، اون تجلی الهی تحمل میشه. در دنیا حضرت موسی کلیم درخواست کردند و الله تعالی فرمودند شما نمیتونید مرا ببینید، تحمل ندارد. خب این درخواست موسی که یک پیغمبر عظیم الشان و تقریبا از 40 سال بیشتر در نبوت و رسالت دارد میگذراند، خود این درخواست دلیل معتبری هست که دیدار رب سبحانه و تعالی قابل دیده. و یک پیغمبر از مسائل خدا به هر نبی آنقدر علم میدهد که تمام معرفت خدا نصیبش میشه. هر نبی در آخرین نقطه معرفت قرار دارد. این نیست که نبی مسائل نمیداند. حضرت موسی کلیم علیه السلام یک پیغمبر بسیار اولوالعزم، صاحب وحی و یک پیغمبر ویژه و کلم الله موسی تکلیما، امتیاز خاصی خدا به حضرت موسی علیه السلام داده. این پیغمبر عظیم الشان وقتی درخواست میکند دید کلام نعمتی است در آخرت نصیب بندگان میشه، خدا با بندگانش کلام میکند، حساب و کتاب میگیره. ولی خدا گفت نعمت دوم که دیدار هست اونو من به من نشان میده. الله تعالی فرمود شما نمیتوانید تحمل کنید دیدار من را، نمیتونید تحمل، شما نمیتونید ببینید. نگفت که من دیدنی نیستم، تجلی من مشاهده نیست،
شما تحملش لن ترانی، ای پیغمبر شما نمیتوانید من تحمل کنید. نگفت که لن ارا، من دیدنی نیستم، من دید نمی آیم. گفت شما نمیتوانید من ببینید. چرا؟ این چشمه ها و این آفات که خدا به بندگان خودش داده به انبیاء، اینها فانیه، اینها یک مرتبه میرن در عالم عدم فنا میشن. نوبت دوم الله سبحانه و تعالی به ما که وجود عنایت میکند و به بندگانش، اون وجود دائمیه، اون چشمه ها دائمیه، اون گوشه ها دائمیه، اون اعضاها دائمیه، اون مغز دائمیه، دیگه بر آن وجود فنا نمیاد. لہذا با اون چشمه های دائمی تجلی رب سبحانه و تعالی تحمل میشه. هر چیز یک وقتی داره. حالا یک زمانی هست که ما انسان هم مشکلات بزرگی را میتونیم تحمل کنیم، لیکن در زمان بچگی کسی نمیتونه تحمل کنیم. شاید یک انسان جفاکش و جفا دیده صبح تا زور تا شام بدون راه بره. یک بچه کوچک کجا میتونه اینقدر راه بره؟ شاید الان میدوه لیکن نیم ساعت راه بره خسته میفته. و دیگه قرآن عظیم و شان خوانده این که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چهره ها تر و تازه و به طرف رب سبحانه و تعالی. ولدینا مزید. و بعد پیغمبر علیه السلام ما را مشاهده کردن هیچ مزاحمتی. الله تعالی هنگامی که به جنتی ها دیدار تجلی را نشان میده، اونجا یک تجلی هست، اون تجلی را بدون مزاحمت اهل جنت تماشا میکنن و اینقدر لذت هست. در حدیث آمده است که از تمام نعمتهای دیگر اهل جنت فراموش میشن در تجلی الله سبحانه و تعالی نظاره میکنن. و درسته انسان وقتی در دیدار محبوب را میکند دیگه چیزها را کجا میتونه نگاه کنه؟ غیر از دیدار محبوب دیگه چیزی را نگاه نمیکنه، غیر دیدار محبوب را نگاه میکنه. دنیا هم اینطور. حالا اگر کسی فرزندی بره، مادر غیر از فرزندش دیگه چی چیز را میخواد نگاه کنه؟ دیگه چیزی را مورد تفکر قرار میده. یک فرزند مفقود بیاید چقدر به اون نگاه میکنه و چقدر اون فرزند محبوب را که سالها ندیدن چقدر نگاهش میکنن، همه چیز را مورد تفکر قرار میدن. صحت و سلامتیش را، قیافهش را، اشتیاق الان. حالا دیگه محبوب ها را چقدر انسان نگاه میکنه. حد و مرز دیگه چیزی را کسی نگاه نمیکنه غیر از خودش. البته قدر محبوب را محب میداند، اون میداند که محبوب چقدر لطف دارد نگاهش. بله آنها که اعتقاد ندارند به دیدار رب سروران گرامی، آنها نمیدید انه من ربهم یومئذ لمحجوبون. الله تعالی میگه اونها از پروردگارشان در آن روز در حجاب قرار داده میشه. یکی از بلاهای سخت هم اینه که الله تعالی دیدار به آنها نشان نمیده. کفار و ملحدین را الله تعالی میگه از رب خود در حجاب قرار داده میشه. انه من ربهم یومئذ لمحجوبون. و این در میان امت الحمدلله این اعتقاد از مسلمات بوده. دیگه نمیخواد دیگه دلیل عقلی و دیگه دلیل نقلی و دیگه دلیل فلان بزرگ چه گفته. خود درخواست پیغمبر دلیل بسیار معتبره. اگر یک نادانی جرأت کند و بگوید که این پیغمبر مثلا سوال بیجایی کرده، پیغمبر سوال بیجا میکند، پیغمبر عظیم الشان، و بعد در این سوال الله تعالی چقدر عاطفه نشان داد. شما تحمل نداری، استقرار کو از ممکنات یا از محالات و استقرار و ثابت ماندن کو از امکانات، محالی کی نیست. از نظر عقل انسان و از نظر برداشت انسان کوه یک موجود بسیار مضبوط محکم است، یک چیز ضعیفیه. نه، این خاطر الله تعالی برای تشفی و برای اینکه این محبوب
موسی کلیم بداند. به این خاطر و الله تعالی هیچ عتابی نکرد. اگر سؤال بی جاهی می بود الله تعالی عتاب میکرد که چرا سؤال بی جا میکنی؟ سؤالی که امکانش نیست دیدار من، نه در دنیا نه در آخرت. به این خاطر حضرت موسی اشتیاق پیدا کرد که به یک نعمت نوازش شدم که کلامه و در قیامت هم مؤمنین مشرف میشن به این نعمت. حالا نعمت دیگر که دیداره اون هم درخواست کرد. الله تعالی گفت هم نداری. قال یا موسی ان استفیتک، برای ازاله حسن تو در دل نیزنو قدرتی آمد. الله تعالی گفت موسی تو را من برگزیدم از تمام انسان ها به رسالتی، به پیام رسانی تو را پیغمبری دادم و به کلامی و شرف کلام بهت دادم. حالا که تو تحمل نداری تجلی را تحمل کنی دیگه چیه؟ ناراحت نباش. یا موسی ان استفیتک علی الناس برسالاتی و به کلامی، تو که تحمل دیدار نداری ناراحت نباش، حزن نکن، غم نکن. فخذ ما آتیتک، خود به خود در قلب میاد که چرا من تحمل ندارم، چرا من لیاقت ندارم. الله تعالی فرمود که ناراحت نباش، من به اعزاز اکرام کردم. اگر الان تحمل دیدار نداری ناراحت نباش. فخذ ما آتیتک، برداران چی من به تو عنایت کردم، رسالت، تورات، هم کلامی. و کن من الشاکرین، و سپاسگزاران باش. مگر حضرت ناسپاس شاکر نبود که خدا میگه کن، اینها امرها را ابقایی میگن. سپاسگزار رب باش. بگیر ما آتیتک را. و کتبنا له فی الالواح، مکتوب کرده بودیم ما برای موسی در الواح از هر شی موعظتا نصیحت های لازمه و تفصیلا لکل شی، و تفصیل برای هر شی در احکام شرعی و ضروری. فخذها، بردار این کتاب تورات را، به قوت، با قوت. کتاب قوت میخواد سروران کنم. هر کجا الله تعالی میگه قوت باید صرف کنی، این نیرو باید صرف کنی برای برداشت کتاب. احکام کتاب را عمل کردن، اینا خواندن و دانستن قدرت میخواد. الله تعالی میگه فخذها بقوه و امر قومک، قومت را هم دستور بده تا که اونها هم اخذ کنن به احسنها، به بهترین صورتهای عمل. یکی حسنه یکی احسنه. شما به بهترین صورتها، همه احکامات کتاب احسنن، بهترین صورتن. شما در بهترین یا در بهترین، این احسن که اسم تفسیر قید واقعی. شما که دستور بده قومت را که یا خودو آنها اخذ کنند به احسنها، به دستورات زیبای تورات، چون احسن تفضیل خالیه. یا اگر تفضیل باشد، مثلا یک صورت حسن یک صورت احسن، شما صورت احسن را انتخاب بکنید. درسته؟ صورت حسن، صورت احسن، شما به صورت احسن تمسک کنید. سوریکم ثمره این تعمیل، وقتی شما بر تورات عامل باشید، من ترغیب اطاعت هست، ثمره تعمیل هست، ترغیب اطاعت هست. من به شما نشان میدم دار فاسقین را، سرزمین فاسقین را به شما نشان میدم، یعنی شما را وارث میکنم. اگر اینها هنوز به مصر نرفته، حضرت موسی رفته به تورات، مراد از دار فاسقین ملک مصر است. و اگر اینها وارد ملک مصر شدند و موسی رفته برای تحویل گرفتن تورات، تو مراد شام که الان اون عمالقه متصرفن و اون جبارها متصرفن، من به شما اون نشان میدم انعام که وقتی شما بر احکام تورات عامل باشید، دار فاسقین را به شما عنایت میکنه، به شما نشان میدم، یعنی به شما عنایت میکنه. اگر هنوز به مصر نرفتن، تو مراد مصر هست. و اگر به مصر رفتن، مراد سرزمین شامن که عمالقه
آنها را متصرف شدن. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. ترهیب ثمره ترک تعمیل چی میشه؟ محرومی از هدایت. اگر شما به این کتاب متمسک نشدید و عمل نکردید از هدایت محروم میشید. محرومیت از هدایت این عذاب سخت، این بر ترک تعمیل. ثمره ترک تعمیل چیه؟ من منصرف میکنم از آیاتم کسانی را که تکبر دارند در زمین بغیر حد. این ثمره آید آنها میشه. و اگر ببینه آنها هر آیه را تو لا یؤمنون بها، ایمان نمیارن، سبحان الله، مهر جباریت میخورد. هر نشانی و هر آیه را ببینن ایمان نمیارن، به خاطر کبر فهم معکوس به آنها داده میشه. و اگر ببینن راه رشد و صلاح را لا یتخذوه سبیلا، اون راه را انتخاب نمیکنن. این ثمره ترک تعمیله. من آنها را از آیات خود متکبرین را منصرف میکنم. هر نشانی هدایت را ببینن ایمان نمیارن، راه هدایت را ببینن اتخاذش نمیکنن راه. و اگر ببینن راه گمراهی را فوراً را انتخاب میکنن، راه یتخذوه سبیلا، همون راه گمراهی را راه انتخاب میکنن. مسخ سبحان الله. امروز هم باور کنید بسیار انسان ها مسخ راه هدایت را انتخاب نمیکنن که ببینن هم لا یتخذوه سبیلا. و اگر ببینن راه گمراهی را فوراً را انتخاب میکنن یتخذوه سبیلا. این مرض و این بلا جائزه و ثمره و نتیجه کسانی هست که از آیات خدا زیر بار طاعت نرن، از آیات خدا اعراض کنن، از دستورات خدا اعراض کنن. این بلا در دنیا به آنها داده میشه. از هیچ نشانی اینها توی هدایت نمیان. راه هدایت را ببینه انتخابش نمیکنن، اون را راه انتخاب نمیکنن، هر راه گمراهی را پیش میگیرن. امروز انسان ها همینطور. سبحان الله، الله تعالی نجات بده. چرا فهم اینها معکوس حرکت میکند؟ ذالک، این حرکت معکوسی، راه هدایت را راه نمیگیرن، راه گمراهی را راه انتخاب میکنن. این به سبب این است، با سببی که اینا تکذیب کردن آیات ما را. و ثمره تکذیب آیه اینه. ذالک، این راه انعکاسی و معکوسی به سبب این است که اینا تکذیب کردن آیات ما را. و بودن از اون آیات غافل، هیچ فکری به آیات نداشتن، حالا معکوس میرن. و باور کنی همین انسان ها را ما ببینیم، خدا نجات بدهد، اینی همین طورن. هر راه هدایت را انتخاب نمی کنن، هر راه گمراهی را انتخاب می کنن. چرا این بلا اینطور الله تعالی بین هم مغز معکوسی، مغز اینها را مخص کرده، تمس شدن، مسخ شدن که اینها کذبوا به آیاتنا، آیات ما را تکذیب کردن. و کانوا عنها غافلین، از آیات ما کاملا غافلن. امروز همین طور انسانیت و بشریت، لیکن کیه که متوجه بشه؟ چه غفلتی و چه عقلهای معکوسی الله تعالی بین انسان ها داده. حالا ما این قرآن را همه برای اون بنی اسرائیل حمله نکنیم. خدا همون خدا هست، کتابهای الهی همونن، همون حالت بنی اسرائیل را و پیغمبر اسلام فرمود وجب به وجب، مو به مو امت خود را گفت شما از یهود و نصارا اتباع بکنید. اگر کسی با مادرش زنا کرده، شما هم در شما کسانی هستن که با مادر خود زنا. این الان همین مرض خوب دنیا را گرفته. الان انسان نگاه میکنه، راه هدایت مردم خیلی برشون کنن، راه گمراهی، راه ضلالت فوری میره توش، اکثریت میره. چرا اینطور معکوس حرکت میکنن؟ راه هدایت را ببینن، لا یتخذوه سبیلا و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا. برای چه؟ الله تعالی میگه که کذبوا به آیاتنا، آیات ما را تکذیب کردن. کسی که نمیگه من آیات خدا را تکذیب میکنم. الله تعالی و کانوا عنها غافلین، از آیات ما اصلا خبر ندارن، غافلن.
امروز آیا این غفلت کل جهان را نگرفته؟ شما نگاه کنید، شما انصاف بکنید، چقدر غفلت از آیات الهی در جامعه هست. و کانوا عنها غافلین، در حقیقت هیچ خبری از آیات ندارن، بی خاطر از آیات خبر ندارن، تکذیب عملی هست. غفلت که کاملا بی خبرن، هیچ فکری ندارن، نمیدانن خدا در قرآن رحمت چی گفته. آنهایی که تکذیب کردن آیات ما را اعتقاداً قولاً و لقاء الاخرت را، ملاقات آخرت را هم تکذیب میکنن، قولاً یا عملاً. اگر کسی با زبان نمیگه قیامتی نیست، لیکن چنان عمل میکند که گویا قیامتی نیست. حبطت اعمالهم، تمام نیکی های آنها نابودن. از خیر که صلت رحم که صدقه بدن، صلت رحمی بکنن، دیگه هر خیری انجام بدن، چون آیات ما را تکذیب میکنن کافرن، قیامت را تکذیب میکنن کافرن، هیچ نیکی برای آنها باقی نمیماند. و جزا داده نمیشوند، حل استفهام انکاریه، جزا داده نمیشوند الا ما کانوا یعملون، مگر آنچه که اینا عمل میکنن. ناشاکری دومین ناشاکری از امت اجابت، دومین ناشاکری از امت اجابت. حضرت رب تورات بیاره اینا گوساله پرستی کرد. اتخاذ در قوم موسی بعد از موسی از حلیهم، از زیورالاتی که از قبطی ها این زنان گرفته بودن بنی اسرائیل، عجلن یک گوساله، یعنی او یک جسدی بود، یک دونده جسد برای حقارته. عجل مبدل من هو است، جسد بدل برای حقارته. لهو خوارون، یک صدای گوساله هم داشت. تشریش میاد که از مخاقهای زیر سم اسب جبرائیل ساموری به ایمان برداشته بود، تو دهن میریخت، این صدا میداد. این خدا امتحان که بکند چقدر. حضرت رفته تورات بیاره، اینا پشت سر گوساله را پرستش کردن. علم یرا، الله تعالی این ادخال الهیه، آیا مگر اینا نگاه نمی کنند که این گوساله لا یکلمهم، با اینا کلام نمی کند، ولا یهدیهم سبیلا، اینا را به راه راست راهنمایی نمی کند. اتخذوه، قرار دادن این گوساله را معبود و اله، و کانوا ظالمین، بودن ظالم، شرک کردن. اینها با گوساله، وقتی گوساله صدا میداد، آمد دور و بر گوساله اعتکاف کرده بود. چرا ساموری این گوساله را درست کرد؟ این کلاها را حضرت موسی کلیم را شروع کرد به ایمان تبلیغ را. این ساموری که گوساله را درست کرد، این هم مادرش از ترس قتل فرعون نبرد تو غاری گذاشت، جبرئیل نه پرورش کرد، بزرگش کرد. نام این هم موسی، لقبش ساموری. و اون موسی را مادرش انداخت تو دریا و فرعون پرورش داد. شعر خوبی گفته، موسی الذی رباه جبریل کافرون، موسی الذی رباه فرعون مرسلون. اون موسی را که ساموری، موسی را که جبرائیل پرورش داده او کافره، موسی را که فرعون پرورش داده اون ماشاءالله مرسلو رسول خدای. چه قدرت نمایی. چرا این گوساله را درست کرد، چیزی دیگر درست نکرد؟ دید طبیعت این یهودی ها را که تمایل به اون عتبه گاو داشتن. اجعل لنا الها، از موسی درخواست کردن، من عرض کردم که او مجسمه گاوی بود، همه دور بر اون نشسته بودن و اعتکاف کرده بودن و مرادها و حاجتها را میخواستن. حالا شما میبینید یک سر کبی مثل حشرات، مثل کدو که میدانی تجمع هست رو دور بر کب، آنکه یک مرادی میخواهد.
ساموری دید که اینها تمایل به تقدس گاو دارن، لحاظا گاوی که نتونست درست کنه اطلاع گوساله درست کرد به ایمان. غالب گوساله را درست کرد و گوساله درست کرد و گوساله شروع کرد به صدا دادن. صدا میدن. قدرت رب العالمین کسی را که خدا امتحان کنه دیگه چی؟ سخنرانی کرد، اینجا که قرآن نیست جای دیگر هست سخنرانیش اینجا. اتخذوا وكانوا ظالمین ولما سکت فی ایدیهم، وقتی این گوساله روی دستهای اینا انداخته شد، وقتی موسی علیه السلام آمد خطاب کرد، قوم هم خطاب کرد، ساموری را هم خطاب کرد، حضرت هارون هم خطاب کرد. قوم که خوب گفت بئس ما خلقتمونی من بعد. ساموری را گفت بی ایمان، در دنیا عذاب تو اینه که تو بگی لا مثال. هر که ساموری را دست میزد یا ساموری کسی را دست میزد تبش میکرد شدید. این خاطر ساموری از انسانها فراری. این عذاب را خدا در دنیا به جان ساموری کرد برعکس مراد ساموری. ساموری از این گوساله میخواست مقتدا بشه، مردم همه دنبال او باشن. حضرت ها امروز دنبالشون زیاده، مرید زن هم دنبالشون است، مردم دنبالشون است که حضرت دروغای بزرگی برای اینها میبافد. این ساموری عذاب شد که لا مساس میدو. قومه که دیگه اونها گوساله پرستی کردن به همه را گردن بزنی، توبهش ما اینه که خود را گردن بزنی بکشی. هارون علیه السلام را هم حضرت موسی علیه السلام فکر میکرد که در ادای فریضه که من بهش گفتم که اصلح فی قومی ولا تتبع سبیل المفسدین، در ادای این فریضه هارون کوتاهی کرده، اصلاح نکرده و با این مفسدین هماهنگ شده، تاییدشون کرده، سکوتن تاییدشون کرده، سکوت کرده چیزی نگفته. این هم گوساله پرستی کرد. هارون هم عتاب کرد و موی سر و ریش مبارک را کشید. این خاطر هارون علیه السلام با کلمه پرمهر و محبتی غضب موسی را آورد پایین، عذر خود را گفت برادر جان و ما سے زهر و منی ما سے زهر، من آنقدر تحمل کردم که اینها نزدیک بودن که منو بکشن، من اینها را ویل نکردم و به دنبال تو نآمدم از ترس تو که دیگه میگی فرقت بین بنی اسرائیل، موحدین را از مشرکین جدا نکردم. چرا؟ از ترس تو نکردم، تو میگی قوم را تو تکه کردی، وظیفه خود را انجام دادی. موسی که غیبدان نبود. در مسیر الله تعالی وحی کرد حضرت موسی قوم تو پشت سر گوساله پرستی کردن. همین حضرت هارون علیه السلام را مقصر تصور کرد. وقتی او حضرت گزارش کار را داد، یا ابن امی گفت لا تشمت بی الاعداء، گفت لا تجلنی مع القوم الظالمین، فشار خونش آمد پای. این سکت فی ایدیهم اشاره از ندامت گوساله پرستان است که گوساله پرستان وقتی از گوساله پرستی نادم شدن، گوساله روی دستانها افتاد. حضرت گفت این گوساله را آتش میزنم و پودرش میکنم. موجزه موسی گفت این گوساله را آتش از طلا نقره صوب میشه، پودر نمیشه. این خدا خاکستر کرد و گذاشت. این معجزه است. وقتی که انداخته شد گوساله روی دستهای آنها، کنایه از ناراضی و مکتست و ندامت با امت اجابت و روا و دیدن و یقین کردن که آنها قد ضلوا گمراه شدند. ساموری که فراری شد با همین عذاب. قالوا گفتم بطور ندامت و معذرت اگر مورد رحم قرار نداد ما را رب ما و بخشش نکند برای ما میشویم خاصه. دعای آدم علیه السلام را تکرار کردن این گوساله پرستان. ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا، غیرت موسوی را خدا جا بیان میکند، بیان تنبیه موسوی بنی اسرائیل را. هنگامی که موسی برگشت از تور
به ذریعه وحی معلوم شد که اینها گوساله پرستی کردن. الی قومی به طرف قوم برگشت، لیکن در حالی که غضب هم داشت، حسرت هم افسوسناک هم بود. غضب هم داشت و حسرت هم بود. اینقدر 40 سال اینا را آموزش دادیم توحید و فوراً اینا در 40 روز اینا هم توحید را نتونستن نگهداری کنن. بر توحید ثابت قدم بمانند. حسرت بخاطر این. این همه درس، این همه تعلیم، این همه درس قرآن هم خوانده و میره نظر غیر الله میخوره، دیگه واقعا این طالب انسان رنج میده. حرام و حلال تشخیص نداده هنوز طالب. نظر غیر الله نجس مردار رجس، خدا گفته رجس. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. حسرت میخوره. حسرت هم غضبان بود و هم اسف بود. خوب حسرت میخوره. خطاب اول با قوم گفت موسی بئس ما خلقتمونی من بعدی، خیلی بد جانشینی کردید من را بعد از من، عجله کردی از حکم را. خب خطاب دوم با هارون، قوم را با این گفت نوبت که به هارون رسید تختها را به زمین گذاشت و القی الالواح. خطاب دوم به هارون، تختها را به زمین انداخت، سرعت گذاشتن را از انداختن، یعنی اینقدر ناراحت شد وقتی هارون رو تختها را به زمین گذاشت و یک پرتش میکرد. خب داستانن که از این تختها چقدر شکستند و چقدر رفتند و فلان شدن، این همه افسانه های یهودی ها هستند تراشیده. تختها را به سرعت گذاشت. این تعبیر از القا قرآن میکنند. و اخذ به رأس اخیه، و گرفت به موهای سر برادرش، یجرهم میکشید. معلوم میشه که هارون علیه السلام هم زلف داشت. چه داشت؟ زلف داشت و هم ریش مبارکش بزرگ بود. ریشش اینقدر بزرگ بود که دست موسی گیر کرد. در روایات آمده است که ریش هارون علیه السلام تا ناف بود. به این خاطر بزرگوار دین میگن ریش باید قبضه‌ای باشه. کمتر از قبضه دیگه حق ریش سوخت کرد. و تا برای اثبات یک ریش همین آیات بسن، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی. ریش هم همین قدر. حالا امروز ریش های انقلابی، این هر ریش کامل نیست. ناراحت نشون اونهایی که ریش های انقلابی دارد، یا اونهایی که ریش ندارد خدا بهشون ریش میده، یا اونها که فطرتا خدا ریششون بزرگ نمیکنه. چکار کنیم؟ ما پیر میشونیم اگر ریش ما تا ناف میرسید. مردم ما را پیر حساب میکردن. حضرت پیر صاحب اگر خواستی ریش پیر بشید ریش بزرگ درست کنید. اگر ریش درست شد نشد که هیچ پیری دیگه با ریش بزرگ بشید. به هر حال ریش سروران گرامی سنت هست، سنت انبیاء هست. همه انبیاء بلکه سنت مردانه. در قرون گذشته اشتراکی اصلا مرسوم نبوده. کافر و مسلمان همه ریش داشتن و اسلام هم این چیز را ابقا کرده است و تا قبضه این ریش هم سنیتش ثابته از همین آیات. از آیات برای اثبات یک ریش بسه. الله تعالی در لای این داستانها به ما مسائل هم تفهیم میکنه. القل الوان تختها را و اخذ به راس اخی یجره الیه میکشید به طرف خودش. قال یا ابن امی، گفته فرزند مادرم. بعضی گفتن پدر اینا جدا بود که گفته ابن امی، لیکن نه، این عاطفه بشری اینه که حتی در بلوچی ما هم میگم نماسه زهر، خیلی عاطفه بیشتره و لحاظا بچه های مادر عاطفهشون بیشتره با هم حتی از علی. و حتی در میراث بچه های مادر میراث میبرن. در موجودگی بچه های عینی بچه های خیفی هم میراث میبرن.
قال ابن امه ان القوم استضعفوني، قوم مرا مستضعف قرار دادن در حقیقت و کادو یقتلوننی، من آنقدر تبلیغ کردم که نزدیک بودم من قتل کنن. فلا تشمت بی الاعداء، نه دشمن من، تو که ریشه من گرفتی و موهای سر من را گرفتی، دشمن ها را بر من مخندان. لا تشمت، شماتت آدھا یعنی خوشحالی دشمن، دشمن ها را نسبت به من خوشحال نکن. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، مرا در لیست ظالمین قرار نده، من ظالم نیستم. تو انجام وظیفه کردی، اصلح قومی هم کردی، آنقدر امر به معروف و نهی از منکر کردی که تو را میخواستم بکشن. این موسی که غضبش رفته بود بالا، فشار خونش خدا بداره چند درجه بود، یک دم کلمه ابن امی، کلمه ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، کلمه لا تشمت بی الاعداء، دشمنها را به من مخندان، دشمنهای من و خودت را خوشحال مکن، من هم در لیست ظالمین قرار نده. من چه گناهی کرد؟ موسی نرم شد مناجاتش شروع کرد. قال رب اغفر لی و اخی، ربا من مورد بخشش قرار بده، من یک پیغمبری را اینقدر مویشه گرفتم، از من خطا شد. رب اغفر لی، ربا من ببخش، من اشتباه کردم، من فکر کردم که هارون مقصره، من یک پیغمبر ریشش آسرش گرفتم، هم از نظر عمر موسی هارون بزرگتره از موسی، لیکن مقام و شان موسی بزرگه، او به حیثیت به اصطلاح امت. ببخش من ربا، اجتهادا من اشتباه کردم، ولی اخی برادرم را هم ببخش. ممکن است که در معامله متارکت کمی باشد، زلات من را و زلات برادرم را ببخش. و ادخلنا فی رحمتک، من و برادرم را در رحمتهای خاص خود جا بده. و انت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمینی، از این خاطر دعای من را قبول بفرما، من و برادرم را ببخش و ما را در رحمتهای خاص خود جا بده، تو ارحم الراحمین، دعای ما را قبول بفرما. قلنا اینجا محذوفه، ما گفتیم ان الذین اتخذوا العجل، به تحقیق آنهایی که اتخاذ کردن گوساله را معبود، میرسد به آنها غضبی از جانب رب، الا من تاب، مگر آنهایی که توبه کنن خود را بکشن. آنهایی که توبه نکردن مثل ساموری و تعدادی با ساموری هماهنگ بودن و توبه هم نکردن، نادم هم نشدن، آنها را غضب من ربهم میرسد و ذلت در حیاتی دنیا، قتل میشن و ذلیل شد ساموری در دنیا که میگشت و لامساس میگفت، از انسان ها فراری تا کسی را میدید میگفت لامساس، نزدیک نیایید، مس نکن. این مراد همون ساموریه. و کذالک نجزی المفترین، سنت الهی بیان شده، تخصیص ساموری نیست، هر افترا کننده را ما در دنیا ذلیل خواهیم کرد، در آخرت هم که عذابش میدیم. آنهایی که عمل سیئات کردن یعنی گوساله پرستی، ثم تابوا، بعد توبه کردن بعد از گوساله پرستی و نادم شدند و پشیمان شدند، مثل این که لئن لم یرحمنا ربنا و یغفر لنا لنکونن من الخاسرین، اینها که نادم شدند، توبه کردن، ایمان آورده، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، به درستی رب تو بعد از این سیئات آنها که گوساله پرستی هست بخشنده است و مهربان است، گناهشون میبخشه و در جنت داخلشون میکنه. ولما سکت عن موسی الغضب، خلاصه با شنیدن معذرت های هارون غضب موسی آمد پایین. وقتی ساکت شد از موسی غضب، اخذ الالواح، رب تخته ها را برداشت، اخذ الالواح، تخته ها را برداشت. کجا تخته دیگه شکست و پودر شد،
اخذ الالواح اول اینا که وقتی هارون دید هر دو دست خالی کرد. قوم فقط با زبان گفت بیس ما خلقتمونی. نوبت به هارون آمد هر دو دست فارغ کرد، تختار از دست گذاشت، با یک دست ریش مبارک گرفت و با یک دست سر مبارک موهای سرش یه جر میکش با کلمات یا ابن امی چنان سرد کرد هارون علیه السلام موسی کلیم را که دیگه بعد سکت عن موسی الغضب و اخذ الالواح و فی نسختها در مکاتیب در مکتوبات تختها هدایت بود، رحمت بود برای کسانی که آنها ترس دارن از رب خویش، یرهبون لربهم، فقط از رب میترسن، هدایت و رحمت بود. خب این حالت هفتمه، این زیر بار نرفتن، گفتن حکمای تورات خیلی سخته، حضرت فرمود شما نماینده تعیین کنید، من میبرم، خدا با اینا کلام میکند و من تایید میکند، تورات هم تایید میکند، بعد بپذیرید دیگر راهی. 70 نفر را انتخاب کرد موسی، نخبگان، همون صوفی های درجه یک، همون اغلایشون 70 انتخاب کرد، برد اللہ تعالی کلام کرد، اینا قبول نکرد، کوبید یک کشیده بید چهره اینا، همه مردن، بعد دعا کرد زندهشون کرد. این حالت هفتم این داستان است. اختیار کرد موسی کلیم از قومش 70 مرد را برای میقات وقت معین ما، فلما اخذتهم الرجفات، وقتی اللہ تعالی کلام کرد اینا شنیدن، گفتن ما ایمان نمیاریم مگر ببینیم، گرفت اینها را یک زلزله از پایین زمین تکان خورد و از بالا صاعقه صدای، پس همه مردن. حضرت حیران پریشان شروع کرد دعا را، رب لو شئت اهلکتهم من قبل و ایایا، رب اگر تم خواستی هلاک میکردی اینها را در دریای سرخ همه را هلاک میکردی، قبل از این که بیاین اینجا و ایایا من هم هلاک میکردی. اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، این استفهام استعطاف است، اعتراض نیست. رب تو هلاک میکنی ما را به آنچه که احمقان ما انجام دادند، به خاطر اون اعمالی که فعل السفهاء منا، ان هی این صاعقه و این مرگ نیست الا فتنتک، فقط آزمایش شما هست ربها، شما آزمایش میکنید، این فتنه هست، یک امتحان محض است، تضل بها من تشاء، تو با این امتحان و آزمایش گمراه میکنی هر کس را بخواهی و تهدی من تشاء، تو هدایت میکنی از این امتحانات هر کس را بخواهی، انت ولینا، تو ولی ما هستی، کارساز و حاجت روا ما هستی در دنیا و آخرت. فاغفر لنا، لحظه ببخش مارا، ورحمنا، مارا مورد رحم قرار بده، و انت خیر الغافرین، تو بهترین بخشش کنندگانی، تو از همه آنها که بخشش میکنن تو از همه بهتری. بنویس برای ما در این دنیا نیکی حسنه بنویس و در آخرت انا هدنا الیک، همه ما به طرف تو رجوع کرده ایم. اللہ تعالی دعای موسی را اجابت کرد. قال اجابت الهی، قال اللہ فرمود عذابی اصیب به من اشاء، عذابم میرسانم به هر کسی بخواهم عذاب دادن آن را، اور رحمت من وسیع تر از هر شی هست. شما هر چقدر گناه کنید، هر چقدر معذرت خواهی کنید، رحمت های من از گناه های شما، از معذرت خواهی های شما بیشترند. پس اکتبها، من اون رحمت ها را مکتوب میکنم، شرایط رحمت خاصه برای کسانی که یتقون، از کفر اجتناب میکنن، و برای کسانی که یؤتون الزکات، زکات پرداخت میکنن. حکم سخت تورات پرداخت زکات، 1/4 مال را باید بدید. 40,000 دارید 10,000.
الله تعالی فرمود اون حسنات را من مکتوب میکنم برای کسانی که از کفر و شرک اجتناب میکنن و پرداخت میکنن زکات را و آنها والذین هم بآیاتنا یؤمنون، آنها که نسبت به آیات و دستورات و احکامات من ایمان دارند. کیا هستند؟ آنهایی که آنها به آیات من ایمان دارند، آنها کسانی هستند که یتبعون الرسول النبی، حصر فلاح در اتباع محمد صلی الله علیه وسلم. از ما قبل خلاصه به طور ترقی الله فرمود اونهایی که به آیات من ایمان دارند اونها کیا هستند؟ گفت اونهایی که اتباع میکنن رسول بزرگوار را، نبی مکرم را. هم پیغمبر مقام رسالت دارن، هم مقام نبوت دارن. رسول به کسی میگوین که شریعت و دین مشخصی بهش داده بشه، مجزا. اون نبی هم دینی مجزایی داشته باشد یا بر دین سابق عامل باشد. انبیاء بنی اسرائیل اکثر نبی بودن، رسول نبود. موسی علیه السلام رسول بود، هم نبی بود. اینطور بگید هر رسول نبی است، هر نبی لازم نیست که رسول باشه. نبی فقط خبر میده، رسول یعنی که پیام جدید ابلاغ میکنه. هر رسول نبی است، هر نبی لازم نیست که رسول باشه. مثل اینه که اون تعریف منطقی هر انسان حیوان است، هر حیوان انسان نیست. حیوان به معنی متحرک. این مسئله منطقیه که کسی نمیفهمد ناراحت نشه، یعنی حرکت داره. هر حرکت خور، هر اونی که حرکت و جان دارد او لازم نیست که انسان بشه، لیکن هر انسان متحرکه به اراده. حیوان معنیش اینه در اصطلاح منطق. الذين يتبعون الرسول النبي الامي، آنها که اتباع کردن رسول را، نبی را، اونی که امی است. امی نسبت به ام القرى دارد. مکه ام القرى است، پیغمبر مکی است. یا امی کسی که به مادر نسبت دارد، هیچ درس نخوانده، به مادر نسبت دارد. اون نبی امی که او را میبینن مکتوب نزد خود در تورات و انجیل، او را میبینن یعنی اوصاف او را میبینن، اوصاف او را میبینن مکتوب نزد خود در تورات و انجیل. این نبی امی دستور میداد آنها را به معروف، نهی میکند آنها را از منکر، و حلال بیان میکند برای آنها طیبات را که بر مشرکین و بر یهود حرام شده بودن جریمتا. شتر برای اینها حرام میکند، گاو برای اینها حرام میکند، بطر برای اینها حلال بیان میکند. پی گاو و گوسفند که بر بنی اسرائیل حرام بود جریمتا برایشون حلال بیان میکند. یحل لهم الطیبات، حلال بیان میکند برای آنها طیبات را که محرم شده بودن بر اسرائیل و مشرکین. و حرام بیان میکند برای آنها خبائث را، اونهایی که خبائثن به دستور ثابت قبلا هم حرام بودن، الان هم پیغمبر آنها را حرام بیان میکنند، مثل دم، میته، خنزیر، ما اهل لغیر الله. اینها خبائثن، از اول خبیث بودن، پیغمبر حرمت آنها را پر اینها بیان میکند. و صفت پنجم یضعنهم اسرهم، میگذارد از گردن آنها احکامش سخت را. 1/4 زکات بده، نه الان 1/40 زکات بده. احکامات سخت را، پارچه نجس را باید کیچی کنی، الان بشوی پاک میشه باش مستر. این احکام شدیده را از گردن آنها میگذارد. والاغلال، اغلال شدائد سخت شرعی را که مثل توق به گردن آنها، التي كانت علیهم، این اسر و اغلال بارهای گران که به گردن آنها بودن، پیغمبر از گردن آنها میگذارد. حالا شریعت سمح و سهل را به آنها ارائه می‌کند. پس اون نبی این فرائض را دارد، یامرهم بالمعروف، ینهاهم عن المنکر، یحل لهم الطیبات، یحرم علیهم الخبائث، یضع عنهم اسرهم والاغلال. این 5 فریضه را
این پیغمبر نسبت به اینها انجام میده. بارهای گران و سنگین را الله تعالی به واسطه این پیغمبر از گردن آنها میگذارد. شریعت سمحه و سهله را، شریعتی که الله تعالی فرموده یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، اونها نماز باید در مسجد بخوانند یا بر خاک مسجد، خیلی برای آنها سخت. در دین اسلام خیلی سهل و آسانی است. کسان‌هایی که ایمان آوردن به این پیغمبر و عزروه، تعظیم کردن این پیغمبر را، و نصروه، نصرت کردن این پیغمبر را، اتباع کردن و نوری را که نازل کرده شده است با پیغمبر یعنی قرآن را، اولئک هم المفلحون، اینها رستگاران، اینها رستگاران کاملا. بیان عمومیت بعثت محمد صلی الله علیه وسلم. قل بگو ای پیغمبر یا ایها الناس، و مردم، عرب، عجم، سیاه، سرخ، سفید، زن، مرد، انی رسول الله الیکم جمیعا، من رسول خدا هستم به جانب شما همه. این جمیعا ضمیر حال از ضمیر الیکم به طرف همه شما در حالی که مستمعین رسول خدا، اون خدایی که له ملک السماوات والارض، برای همه تو رسولی، برای عرب و عجم و سیاه و سفید و شرقی و غربی و شمالی و جنوبی، بله من رسول اون خدایی هستم که او حکومت همه آسمان ها و زمین را دارد. پس اون کسی که اختیار کل کره خاکی را و آسمان ها را دارد، اون اختیاردار به من هم پست جهانی داده. او خودش رب العالمین است، او خودش مالک آسمان ها و زمین و به او اختصاص دارد ریاست آسمان ها و زمین. رب العالمین من رسول عالمین کرده، کسی حق چرا ندارد. دلیل اون اللهی که او ریاست آسمان ها و زمین را دارد، لا اله الا هو، غیر از او دیگر معبودی نیست، نه در عرش و نه در فرش، نه در کربلا و نه در حجاز. لا اله الا هو، اصلا اون ذاتی که غیر از او اله نیست، اون ذاتی که فقط او میکشد و زنده میکند، دیگر کسی میکشد زنده کننده نیست، جان میدهد و جان میگیرد. او من رسول عالمین کرده، چرا همه را حیاتی داده، بر همه من خدا، من پیغمبر را رسالت داده، همه را میکشه، لحظه من برای همه رسالت داده. لذا ایمان بیارید به خدا و رسولش که النبی هست، الامیه، باشنده ام القرآ هست، یا امی کسی که به دست کلم نگرفته و سواد یاد نگرفته، اون نبی امی که اون نبی هم خودش ایمان به خدا و کلمات خدا دارد، خود آن نبی هم تسلیمه، با وجود این شان رفیع او ایمان به خدا دارد و به کلمات خدا. اون نبی که سر تا پا تسلیمه به دستورات خدا. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.